پریشان دوستان عزیز، وقت تربوز است. هنوز خربوزه به صورت کامل و خربوزه هایی که باید بیایه نامده و نمرامده یا ساعت تربوز پخته نشده، اما تربوز شده. تربوزه پخته شده، بسیار شیرین و مزه‌دار هم شده دوستان. میره باز بچه یک میره دیگه ایشو میخره. به این شکل بازی بسیار جالب است برای ما هر وقت که میبینم. خربوزه هم دوستان عزیز هنوز فعلا به این شکل هستن. هنوز خربوزه صحیح نامد از خربوزه شیرین و مزه‌دار. خندک بغلان میگن، لغمان است شخص نیست، برگ نایی که میگن دوستان عزیز. کپک های پوشکی بزرگوارانه وای که تا کمتر از زدانه داره، باز میگه کلش چند، باز میگه کلش اینه قدر. باز اون جور میگن بدون از اینکه وزن کنن، بدون از اینکه ببینن چقدر است چقدر نه، خراب است خوبش است، باز جور میگن و میخرن. سلام درود نسخار شما خوبانم عزیزان، انشالله که خوب و صحتمند و سرحال باشین و زندگیتان هم به خوبی خوشی وار می سپری شود دوستان عزیز. وقت تربوز است. هنوز خربوزه به صورت کامل و خربوزه هایی که باید بیایه نامده و نمرامده یا ساعت تربوز پخته نشده، اما تربوز شده. تربوزه پخته شده، بسیار شیرین و مزه‌دار هم شده دوستان عزیز. و ولایت هایی که زیاد تربوز دارن دیگه مثل فراونا به ارسال میکنن طرف کابل و بعد از ولایت دیگه. و این جاده رو که شما میبینید دوستان عزیز، جاده سرسبزی که وصل میشه به طرف جاده مارکت شهر کابل هست که همیشه وقت تربوز دوستان عزیز همین حال میباشه و مردم کپک ها میزنن و میخرن دوستان عزیز. اینجا باز از طرف شب بسیار بیربار میشه این طرف، باز اینجا بچه ها هستن تربوز میخرن، یک دونه تربوز مثلا میخرن 2 سیر ارزان تر باز زباین موترها میگردن، باز میگردن اون هر کس که تربوز خوش کرد بدون از اینکه از موتر پایین شوه میگیره و پیسش پرداخت میکنه و باز میره، باز بچه یک میره دیگه ایشو میخره. به این شکل بازی بسیار جالب است برای ما هر وقت که میبینم. خربوزه هم دوستان عزیز هنوز فعلا به این شکل هستن. هنوز خربوزه صحیح نامد از خربوزه شیرین و مزه‌دار. خندک بغلان میگن، لغمان است شخص نیست، برگ نایی که میگن دوستان عزیز. خربوزه برگ نایه اونا دیگه هنوز نامده. اصل خربوزه دوستان عزیز خربوزه مزه‌دار و خوبش است، البته لذیذ دیگه همونا هست. بازار تربوز بسیاری ها یک دانه میخره دوستان عزیز. بسیاری مردم میایه مثلا یک نفر 4 دانه داره یا که 5 دانه یا مکمل یک کپک میشه. کپک های پوشکی بزرگوارانه وای که تا کمتر از 10 دانه داره، باز میگه کلش چند، باز میگه کلش اینه قدر. باز اون جور میگن بدون از اینکه وزن کنن، بدون از اینکه ببینن چقدر است چقدر نه، خراب است خوبش است، باز جور میگن و میخرن. دیگه دوستان عزیز بازار رو میبینین که بازار بسیار بزرگ است، از دور ادامه داره این بازار. رومی هم دوستان عزیز ارزان شده، 140 گفت بیادر ما بیادر قیمت گفت یک ذره. طرف های شام که مارکت بگردین تا 90 و 100 افغانی هم پیدا میکنین. من خودم شخصا روز قبل 300 افغانی گرفتم رومی را، بسیار قیمت شده بود دوستان عزیز. چند وقت پیش حتی سیر 400 تا 700 افغانی رسیده بود که حالا دوباره ارزان شده کنه. سیر 100 افغانی هست، همون خوبشش و
همون بهترینش که دمی کراچی بود حدود 130 افغانی دیگه. با جورامه رس البته یک 10 افغانی تا بالا هم میکنن. اینجا دیگه ای کراچی دوستان میوه های دیگه هم از غیر ترمز اینه. سیب است، شفتالو هست، مالته هست همراه خربوزه و کیوی. میبینید دوستان از چقدر خوبش است. یک خال نداره، یک خال. خربوزام رقم از دوستان عزیز. خربوزا رو خود رو میبینید نوعش من نوعش بلد نیستم. شما اگه بلد هستیم بگوین دوستان عزیز که چند نوع تربوز است و کدامش از کدام نوع هست. دیگه کم کم دوستان عزیز ما هم رسیدیم به چهارراهی سرسبزی موتور. چهارراهی سرسبزی داره. در تصویر بیننده هستیم. یکی از چهارراهی های مشهور و زیبای شهر کابل. هتل‌های شام پاریس، کاخ سلطنتی پاریس و انواع دیگه در اینجا هست دوستان عزیز. فعالیت دارن کنن. شام پاریس هم دیگه تقریبا دوستان عزیز به احتمال زیاد بعد از عید قربان فعالیت خود آغاز کنن. جز فروشی اون اگه فهمیدم چهارراهی اگه باشه یک طرف نیست بیادر پرسان داشت که در این طرف ها جز فروشی نیست. این چهارراهی خوب دوستان عزیز تا پایین نیست. پایین هم نقاش هست، شهرک پلیس هست و همین تا سرای شمالی جز فروشی نیست. این طرف هم که از راه مارکت آمدیم، اون طرف هم که طرف پروژه تایمنی میره، طرف چهارراهی چی میگنش اسمش یک دفعه فراموشون شد دوستان عزیز. هم چهارراهی قلبک داره، اسمش همیشه در خاطرم هست که میگفتم بگویم فراموشم شد. خب اون طرف میره، این طرف دیگه شون دوستان از طرف چهارراهی لبجر میره. چهارراهی لبجر فاصلهش بسیار زیاد دور است دیگه. تا اونجا در موتر برای پیاده نمیشه. در اونجا باز رومال برگر و اینا هست، جوس میفروشن. اما در این نزدیک ها دوستان عزیز نیست. آب نای شکر مثلا لیمو و چیزا که پیدا شوه، جوس کیله و این چیزا خوب نیست. خب دوستان نهایت گرامی و عزیز، انشالله که ویدیو خوشتون اومده باشه، از ویدیو لذت برده باشید. ویدیو را لایک کرده در کانال همچنان سابسکرایب کنیم تا ویدیو بعدی همگیتون به الله متعال پاک و بی‌نیاز میسپارم. روز و روزگار خوب و خوش داشته باشین و در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همگیتون.